مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابقه یادتونه یعنی تیم زنگ میگه منم داشتونی های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو می‌بینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. دقایق پیش یک خبر عجیب و غریب از تیم امیر تتلو دریافت کردم. اونم این هستش که کنسرت بزرگ امیر تتلو که قرار بود 20 اکتبر ماه، یعنی 2 روز دیگه در استانبول ترکیه برگزار بشه، توسط نهادهای امنیتی کشور ترکیه تنها 24 ساعت مونده به برگزاریش کنسل شد که یک مصاحبه تلفنی مفصل رو من با امیر تتلو انجام دادم و علت کنسل شدن کنسرتش رو توسط نهادهای امنیتی ترکیه توضیح میده که در دقایق آینده این مصاحبه تلفنی رو برای شما منتشر خواهم کرد. این در حالی هستش که پیش بینی میشد برای کنسرت امیر تتلو بیش از 10-15 و بعضا میگن که بیش از 20,000 نفر میخواستن که برای کنسرت امیر تتلو بیان، چرا که امیر تتلو اصلا قرار نبود که این کنسرت رو برگزار بکنه با توجه به شرایط عجیب و غریب و تلخ و ناراحت کننده ای که داخل خیابون‌های ایران داره رقم میخوره. خیلی از جوان‌ها دارن جونشون رو از دست میدن. امیر تتلو نیت کرده بود که این کنسرت رو کنسل بکنه، اصلا میگفتش که الان فضایی نیستش که من بخوام این کنسرت رو برگزار بکنم، اما با مشورتی که با دوستان و نزدیکان خودش گرفته بود در طول 10-15 روز گذشته عنوان کرد که بلیط فروشی متوقف شده و از الان به بعد هر کسی که بخواد بیاد توی کنسرت میتونه رایگان بیاد و اینکه این کنسرت که حالت اعتراضی داره و قراره که مثل حالت تظاهرات باشه و هم ما کنسرتمون رو برگزار کنیم و هم داخلش مردم بتونن یک فضای اعتراضی رو داشته باشن به شرایط جوی داخل ایران. به خاطر همین پیش بینی شده بود که 15 تا 20 هزار نفر به کنسرت امیر تتلو بیان و تا این لحظه عنوان شده بود که بیش از 4,000 بلیط امیر تتلو به فروش رفته بود. ولی خب موضوع زمانی عجیب و غریب میشه که تنها 24 ساعت یعنی 12 شب امشب به تیم امیر تتلو عنوان کردن که کنسرت کنسل به دلایل امنیتی. افرادی میگن که کنسولگری ایران و سفارت ایران در کشور ترکیه به کشور ترکیه فشار آورده که این کنسرت برگزار نشه. به هر حال ترکیه حالت خلوت ایران هستش و ارتباطات سیاسی زیادی بین ایران و ترکیه هست و همین فشارها شاید دلیلی بوده که کنسرت امیر تتلو کنسل بشه. برنامه‌گذار کنسرت امیر تتلو آقای صلاحپور عنوان کرده بوده که تا این لحظه ضرر بیش از 200,000 دلاری رو به همراه داشته، به خاطر اینکه سالن رو گرفته بوده، کلی تجهیزات و نور و صدا و چیزهای مختلفی که امیر تتلو همیشه بهترین هاشو میخواد. خودش میگه من اینقدر ضرر کردم. امیر تتلو در مصاحبه تلفنی خودش میگه که من خودم به تنهایی 250,000 دلار تا این لحظه ضرر کردم و قبل از برگزاری این کنسرت ما منفی 450,000 دلار بودیم و این اقدام کشور ترکیه و نهادهای امنیتیشون که گفتن که ممکنه که امنیت این کنسرت رو نتونن تامین بکنن، تا الان 450,000 دلار بهشون ضرر زده و از اون طرف هم خب خیلی هم میگن که خب بلیط فروشی صورت گرفته، از همون بلیط ها میتونن ضررشون رو جبران بکنن. وقتی کنسرتی برگزار نمیشه عملا دیگه شما سودی نخواهید کرد و باید پول مردم رو هم پس بدید و پول سالن، پول نمیدونم صدا، نور و چیزهای مختلفی که رزرو شده عملا خب خیلی هاشون اصطلاحاً یه درصدی رو بابت ضرر کم میکنن و این اقدام کشور ترکیه مقداری عجیب و غریب بوده، چرا که 24 ساعت بعضن حالا میشه به نوعی نزدیک 30 ساعت مونده به کنسرت امیر تتلو که عنوان میکنن کنسرت کنسل هستش، عملا دیگه دست وکلای تیم امیر تتلو، وکلای برگزار کننده کنسرت رو میبنده، چون در 24 ساعت یا 48 ساعت نمیتونن کاری بکنن و احتمالاً مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و مسئولانشون میدونستن چه موقعی باید بیان این موضوع رو مطرح بکنن که کنسرت در لحظه آخر کنسل بشه. اما بریم مصاحبه امیر تتلو رو بشنویم که کامل توضیح میده و صحبت‌هایی رو در خصوص برگزاری کنسرت میکنه و به صورت کامل و جامع همه چیز رو توضیح میده. ببینید. امیر جان سلام عرض میکنم خدمتت، امیدوارم خوب باشه. آقا خبرای عجیب و غریبی شنیدیم مبنی بر اینکه آقا کنسرتت در عین ناباوری 2 روز قبل از اینکه اجرا بشه با این همه تمرین اینا
کنسل شد. علتش چی بوده؟ بله عرضم به حضورت که این بار ما آماده بودیم ولی خب امنیت ترکیه مجوز به ما نداد. گفتن که از طرف کنسولگری به ما گفتن که اینجا امنیت جانی نداره و متاسفانه مجوز کنسرت ما رو لغو کردن که الان حالا وکیل ما داره اعتراض میزنه و میگه که آقا این گزارشات کذب بوده و مردم هم باید کمی پشت ما باشن و بفهمونیم به امنیت و دولت ترکیه که ما اونجا برای تهدید جانی یا برای اینکه چیزی رو خراب بکنیم داریم جمع نمیشیم. ما صرفا داریم برای اینکه حرفمون رو بزنیم و برای یک کنسرت جمع میشیم. این اعتراضات رو بزنیم و انشالله قانونی بتونیم یه تایم دیگه رو بگیریم که اون عزیزایی هم که بلیط خریدن بلیطشون بیان کنسرتشون رو ببینن. علت اصلیشو چی اعلام کرده بودن؟ پس فردا به ما خبر دادن که اجرا میشه دیگه ولی فکر نمی کنم به این زودی بشه. علت اصلی کنسل شدنشو چی اعلام کرده بوده دولت ترکیه؟ گفتن که ارزان امنیت جانی وجود نداره برای مردم و کنسل میشه. خب قبل از اینکه مجوز بدن به این فکر نکرده بودن که امنیت جانی نداره؟ اصلا چرا مجوز رو داده بودن؟ علتش چی بوده؟ خب مجوز نمیداد اصلا کنسرت برگزار. در شرایط نرمال مجوز دادن دیگه. الان فکر میکنن که مثلا ما قراره توی این کنسرت اعتراضی بکنیم، چه میدونم فکر میکنن قراره بزنیم بشکنیم، چه میدونم کار بعدی بکنیم، قراره فوشی بدیم به کسی، در صورتی که ما اگر هم قرار باشه فوشی بدیم میخوایم به دولت خودمون به ایران بدیم. با ترکیه که مشکلی نداریم، صرفا ما اینجا مهمان هستیم و یه تشکر میکنیم ازشون فقط که این فضا رو در خدمت ما در اختیار ما قرار دادن. ما اگر هم حرفی بزنیم به دولت ایران داریم میزنیم، کاری نداریم و قرار نیست. و میدونی چیه؟ چون مردم توی ایران میریزن تو خیابون مثلا میزنن همدیگر و فلان اینا فکر میکنن که مثلا تو کنسرت هم قرار همچین اتفاقی بیفته، در صورت که همچین اتفاقی قرار نیست. همدیگر رو نمیزنن و سرکوبگرا رو میزنن. آره بالاخره میزنن گاز اشکا و فکر میکنم ما دنبال تظاهراتیم، در صورتی که تظاهرات و اینجور جنگ ها و بزن ها باید در کشور ایران اتفاق بیفته دیگه، که میخوان نه اینکه در یک کشور دیگه. ما در یک کشور دیگه صرفا میخوایم کنسرت بذاریم، یک مود مردممون عوض شه، همش جنگ بوده، همش ارزم به حضورت ناراحتی بوده، همش خونریزی مرگ بوده بیدلیل. یک مودشون یکم عوض شه. دو اعتراضشون شعارهایی که میخوان برن مثلا تو خیابون تقسیم بدن، این جلوی سفارت ایران بدن و شهر رو به هم بریزن، شهر رو به هم نریزن، بیان و در کنسرت در لایف پارک در یک فضا بستر امن که خود پلیس هم حضور داره اعتراضشون رو بیان کنند. منتها از اونجایی که میدونیم هم من هم شما که خیلی از دولت، خیلی از مردم ایران 99.9% دارن میان اصلا برای اینکه بخوان اعتراضشون رو بیان کنن و تنفرشون رو نسبت به دولت کنونی ایران بیان کنن. خب و این میشه یه مدرک که آقا مردم شما رو نمیخوان. به خاطر همین اومده به دولت ترکیه گفته آقا اینا میخوان اختشاش کنن، حواست باشه این کنسرت نذاره. چون من میدونن که اگر تو کنسرت 5,000 نفر 10,000 نفر 20,000 نفر میان و میگن که ما دولت ایران رو نمیخوایم. درسته. فکر نمی‌کنی که مثلا دولت ایران این فشار آورده مثلا از طرف دولت ایران آورده؟ داداش میگم اصلا کنسولگری ایران اومده گفته به امنیت گفته کنسل، امنیت جانی نداره. ای بابا کی؟ مامان من گفته. دولت داستانی شد تو رو نمیذارن تو ایران کنسرت بذاری. الانم که اومدی بیرون ایران بازم دارن برات داستان درست میکنن.
سوالی که بازم نمیزنم. الان حرف کنسولگری شد، این وضعیت پاسپورتت هم که هنوز نامشخص. پاسپورتم هم که ندادن هنوز. یعنی هیچی هم به جواب نمیدن آقا بهت پاسپورت میدیم؟ هیچ جوابی هم ندادن. ای بابا چقدر هزینه کرده بودی تا الان برای کنسرت، برای برگزاری کنسرت؟ من با ببین من خودم به شخصه با ماشینم و بنزر رو فروختم، خودم به شخصه بالای 250,000 دلار خودم به شخصه پول فقط مهمونام، سوپرمارکتم، ارزم به حضور غذا. 1 ماه مهمون داشتی تقریبا دیگه؟ 2 ماه. 2 ماه پول 2 ماه مهمونداری و حقوق اینا رو دادن و ارزم به حضور براشون ساز بخر، نمیدونم یهو باند خراب میشه 4 تا باند بخر، نمیدونم یهو سیمش قطع میشه سیم بگیر. خلاصه 2 ماه مهمونداری آرتیست داری، فقط هزینهش برای خود من بالاتر از 250,000 دلار هزینه شد که اینا تتو هم زدن، نمیدونم میدونی چی میگم. درست. حالا بماند که سالن که خب پولو به ما پس نمیده، بماند که چقدر پول مثلا عوامل اجرایی و داداش 7,000 یورو فقط پول کفش دادم من. الان من با آقای سلاپور هم که صحبت میکردم که برنامه گذار کنسرت شما هست، خودش میگفت منم تقریبا نزدیک به 200,000 یورو هزینه سالن و امکانات برگزاری و بلیط فروشی و سیستم‌های صوتی رو آماده می‌کنم. 200 هم علی ضرر کرده، یعنی جمعاً با هم 400 تا ضرر. 450 تولوش 450 تا ضرر که به خاطر حالا ان شاءالله به زودی این کنسرت برگزار بشه یا مجوز رو بهتون بدن که حالا خیلی از هوادارانت هم بتونن بیان. خبر عجیبی بود دیگه، همه شوکه. به امید طبیعت ما که آماده ایم منتها اگر این اجازه رو دیرتر از 2 روز به ما بدن، ما اصلا امکان این که داشته باشیم بندمون رو نداریم، چون ما بندمون 2 ماه آلردی اینجا موندن، زندگیشون رو زدن، از همه چیشون زدن 2 ماه و 2 روز بعد از کنسرت باید پرواز کنن به سمت شهرشون. یعنی اگر هم بخوام به ما این اجازه رو بدن باید 2 روز، فقط 1-2 روز وقت دارن، بعدش دیگه ما نمیتونیم، نیستن که بتونن دیگه. مثلا درامر هم باید بره فرانسه، همینجوری آلردی ما انداختیم عقب، یه ما باز دوباره همه چی شو هواه، میدونی اجاره خونه فلان بیسا، یعنی دیگه نمیتونم اینا رو نگه دارم مگر اینکه همون 1-2 روز بندازن عقب. اگه بخوان دیگه خیلی بندازن عقب دیگه باید 3-4 ماه بندازن عقب که اینا برن به زندگیاشون برسن، بعد 3-4 ماه مثلا دم عیدی جایی برگردن. درست. امیدوارم اینجا موفق باشی. خبر عجیبی بود. صحبت و سخن پایانی اگر هست، حالا چون هوادارت هم قطعا میشنم از صدا تو، صحبت و سخن پایانی که من میدونم که ما در حدی هستیم که گروهمون و عرضم به حضور تمرینمون، زحمتمون، هزینه‌مون، کارهایی که کردیم در حدی هست که مردم جهان اولی، جهان سومی نمیتونن به کنسرت ما برسن. تو اصلا قاطی ما نمیشی، راتم اگه بدیم ما وفت. مردم باید رو خودشون کار کنن، مردم باید رو خودشون، ایمانشون، قلبشون، افکارشون پاک کنن، فکر کنن، کار بکنن. مردم باید، من دختری رو پسری رو توی یک اتاق زندانی کردم، بازم رفتم دیدم حالش بنفش و تیره است، به خاطر اینکه تو افکارشون خرابه، تو افکارشون برای این و اون بد میخوان. وقتی تو افکار خیلی از جوانای ایران هست که همین تقاطعی کسکیش کنسرت رو داره، همه دخترها بیان چیپ بزنن که چی، خب همچین چیزی معلومه که اتفاق نمیفته. و یعنی ما آماده ایم امروز روز بالاخره هر جوری که بود از جیب خودمونم پولا رو دادیم، درسته بدهی داریم، ارزم بزرگ بدهی اونچنانی ولی به هیچ نداریم، پولامون رو دادیم، ماشینمون رو فروختیم، درسته ولی پولا رو دادیم، نه مشکل مالی داشتیم، همه رو تازه انعامشون هم دادیم، 2 ماه تمرین کردیم، همه چفتیم. پس اینجا مشکل دیگه از ما نیست، مشکل از
بقیه است دیگه. میدونیم این بازی دو سر داره، یه سرش کنسرت رو دارم میگم یا هر عامل دیگه دو سر داره، یه سرش خود آرتیست یا خود تیم یا خود بازی کننده هستن و یه سرش مردم هستن. یه موقع میبینی آرتیست رسیده، مردم هم که باید برسن به این کنسرت و شاید لیاقت اون مردم همین کنسرت های داخل ایرانه. شاید اینا تو کنسرت، چون من دیدم داداش یارو میاد سیگار رو خاموش میکنه روی عرضم به حضور صندلی کنسرت. برای چی؟ خب ببین کسی که سیگار رو خاموش میکنه روی صندلی کنسرت لیاقت این که بیاد کنسرت امیر تسلوی یا هر کنسرت با کلاس دیگه ای رو نداره. میدونی چی میگم؟ پس به نظر من میدونستم، چون آدمای دورم رو دیدم، همین دخترهای دورم، پسرهای دورم رو دیدم. به یارو 10 بار گفتم آقا موی خودت میریزه کف خونه، نگاه بکن، موی خودت جمع بکن. بقیه نباید از 10 بار 1000 بار گفتم. آخر یارو نفهمید، از خونه انداختمش بیرون سر اینکه موی خودش رو 10 بار هم بهش گفتم نفهمید که وقتی شونه میکنه باید از زیر پاش جمع کنه. به ما درگیر مسائل ریزی این چنینی هستیم و مشکل از مردمه. تا صبح هم اینجا ما دم خط پایان وایسیم، تا صبح هم اینجا رو قله وایسیم، تا اونا نرسن به قله که نمیتونیم اجرا کنیم که. میدونی؟ درسته. کنسرت رو هم رایگان اعلام کرده بودی دیگه توی تقریبا یه جایش رایگان بود، یه جایش برای بخشای حمایتی بود، یعنی همه جوره ما را اومده بودیم. یه جایش $10 بود، یه جایش $30 بود، یه جایش کلا رایگان بود. عرضم به حضورت همه چی اینجا دیگه همه چی 0 تا 100 من جوری چیده بودم که شما ذره ایراد نمیتونی بگیری. تنها نرسیدن هوادارا باعث شد که هوادارا نتونن برسن، به خاطر اینکه لولشون نیست و شاید هنوز باید زیر فشار باشن، هنوز باید زیر این جنگ ها و اینا باشن تا بتونن به عرضم به حضور، تا بتونن به این چیز برسن، به این شعور برسن که بتونن یه جمعی رو داشته باشن، بتونن تو این جمع عرضم به حضورت مزاحم ناموس هم نشن. میدونی جمعی که توش امنیت نیست، من خودم مادرم رو میگم نیاد که یه انگوش ببخشید نکننش، خب مطمئن باش که جواب امنیت هم همین بود به من دیگه. اونا ممکنه اصلا منظورشون این نباشه، چون هر حرف هزاران پهلو داره. زمین که دهن نداره، از دهن جای مختلف به تو پیام رو میرسونه. وقتی میگه امنیت جانی نیست، واقعا هم فکر میکنی میبینی امنیت جانی نیست. واسه من امیر تسلو هم امنیت جانی نیست. من خودم فکر میکردم هر لحظه یک نفر ممکنه رو استیج به من شلیک کنه، بسیجی سپاهی. درست. و این امنیت چرا نیست؟ چون هنوز داداش ما وحشی هستیم، هنوز باید از خودمون شروع کنیم، هنوز یاد نگرفتیم که به همدیگه تجاوز نکنیم، هنوز یاد نگرفتیم که یهو نپریم بغل یکی رو انگوش نکنیم تو جمع. و طبیعت هم چه جمهوری اسلامی، 100 جای دیگه، ترکیه که دیگه کنسرت آزاده، 100 جای دیگه هم به ما جماعتی که یک بلیت خریدن ساده رو تو صف وایسادن و احترام گذاشتن و لبخند گذاشتن ساده رو بلد نیستیم، مست میکنیم، میخوایم از دم کنسرت بیایم تو به همه بیادبی میکنیم، هیچ جا به ما این اجازه رو نمیدن. فقط جمهوری اسلامی و ترکیه نیست، پس فردا تو آمریکا هم به ما این اجازه رو نمیدن. دقیقاً درست. و بقیه هم اگر این اجازه رو گرفتن زودگذرا بوده و حق نبوده و گذشته رفته، ماندگار نشده. الان کجا داریم جمعیت ایرانی درست؟ پیش بینی خودت چقدر بود که جمعیت بیاد برای کنسرت؟ من با این وضعیتی که افتاد اصلا گفتم آقا کنسل کنیم. پیش بینی این بود که اصلا نمیاد کسی، ولی خب 2-3 هزار نفر 4 هزار نفر بلیت خریده بودن و
خیلی از پیشبینی ها این بود که حتی تا 20,000 نفر میان. احتمالش بود با توجه به اینکه رایگان هم اعلام کرده بودی توی چند روز آخرش رو. باید الان من بگم هم پایین بگم میشه کمبود اعتماد به نفس، بالا بگم میشه گو خوردن. اینه که هیچی باید بودیم و میدیدیم که نشد دیگه. حالا باز همه منتظریم ببینیم چی. دست در نکنه امیر جان، امیدوارم موفق باشی. مرسی. دیر وقت هم است، تقریبا فکر کنم 2 صبح تقریبا توی ترکیه، ولی دست در نکن. مرسی آقا. قربونه تاج سری شبت. بله این مصاحبه کامل امیر تتلو بود که توضیح داد و حالا منم لابلاش چند تا سوال پرسیدم ازش و میشد پیش بینی کرد. به حال یک میتونست جمعیت زیاد اعتراضی بیان توی کنسرت امیر تتلو با توجه به اینکه حالا یه عده خورده میگرفتن که امیر تتلو چرا داره کنسرت برگزار میکنه، اما خب امیر تتلو گفت خب حالا من رایگان برگزار میکنم و میتونستیم حدس بزنیم که ایران بخواد فشار بیاره و این کنسرت رو کنسل بکنه و در نوع خودش این موضوع تلخه. نه داخل ایران میذارن خواننده ها کنسرت بذارن، 1000 تا ایراد میگیرن، از 100 جا باید مجوز بگیرن، 10 بار میبرنشون میارنشون تا این کنسرت برگزار بشه. این هم وقتی میان خارج از کشورش، که وقتی میان خارج از کشورم باز یه سری از افراد داخل ایران فشارهای سیاسی میارن که این کنسرت ها برگزار نشه. ولی امیدوارم که حالا در طول این 24 ساعت یا به نوعی 48 ساعت آینده این مجوز کنسرت صادر بشه. البته بعید میدونم که این اتفاق بیفته و امیر تتلو بتونه واسه هواداراش بخونه و به نوعی این حرکت هم یه مقداری حساب شده بوده دیگه، چون میگن که خب حالا خیلی‌ها بلیت میگیرن، خیلی‌ها هتل رزرو میکنن و ما اگر کنسرت امیر تتلو رو نزدیک به کنسرتش به صورت اصطلاحاً حساب شده کنسل بکنیم، یه مقداری ممکنه که اعتبار کنسرتش خراب بشه، خودش بین مردم خراب بشه و بهترین ضربه رو در بهترین لحظه ممکن میتونیم به شخصی بزنیم. اینم از اون سیستم حاکم که دشمنی داره با مردمش. در صورت مرسی که تا این لحظه با ما بوده. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و نظرات خودتون رو برای ما این زیر کامنت کنید. ممنون از شما.